قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. موضوع خطبه امروز من موانع سعادت و خوشبختی هست. طبعا در مسیر خوشبختی و در راه رسیدن به خوشبختی یک سری موانع وجود دارد که برای رسیدن به خوشبختی حتما و باید از اون موانع گذر کرد و بدون گذر از این موانع و کنار زدن آنها رسیدن به خوشبختی ممکن نیست. اولین مانعی که بر سر راه خوشبختی هست مانع کفر هست. کفر و نفاق اولین و اصلی ترین مانع خوشبختی و سعادت انسان است. الله سبحانه و تعالی می فرماید و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. سوره انعام آیه 128. کسی که الله بخواهد او را گمراه بکند سینه او را تنگ می‌گرداند مانند کسی که به سوی آسمان صعود می‌کند و بالا می‌رود. کسی که به سوی آسمان صعود می‌کند و بالا می‌رود مگر سینه اش تنگ می‌شود؟ آری. الان علم امروز ثابت کرده است که رفتن به سمت بالا و حرکت کردن و خارج شدن از جو و فضا و حرکت به سوی فضا انسان با کمبود اکسیژن مواجه می شود و اونجا انسان نفس می زند. حال تشبیه بسیار و تعبیر بسیار زیبایی که قرآن دارد این است که شخصی که گمراه است و از نعمت اسلام و ایمان برخوردار نیست درست در میدان دنیا نفس می زند، دچار قلق و اضطراب و نگرانی می شود و نگرانی ها و پریشانی ها او را احاطه کرده اند و او نفس می زند و به سختی نفس می کشد کانما یصعد فی السماء. در سوره نور الله سبحانه و تعالی می فرماید والذین كفروا اعمالهم كسراب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه
والله سریع الحساب. کافران اعمالشون به مانند سرابی است که در یک بیابان بی آب و علف و کویر آن را میبینند. انسان وقتی در یک بیابان بی آب و علف و خشک و یک کویر حرکت میکند، از دور فکر میکند بر آن جاده آب وجود دارد، حالان که آن نور آفتاب است که میتابد و آبی وجود ندارد. یحسبه الظمآن ماء، انسان تشنه از دور فکر میکند که اونجا آب است، اما وقتی نزدیک می آید چیزی پیدا نمی کند، آبی نمی یابد. فوفاه و وجد الله عنده فوفاه حسابه. انسان کافر فکر می کند اعمالی که انجام داده خب پاداشی به او داده می شود، سراب است، پاداشی نیست. وقتی می آید و وجد الله عنده، نزد اون سراب چیزی نمی یابد جز الله سبحانه و تعالی را می یابد. فوفاه حسابه، پس الله او را به سزای اعمالش میرساند، حساب او را کامل و شامل به او میدهد. والله سریع الحساب، و الله سریع الحساب است، حسابرسی سریع است خداوند. ادامه میدهد او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تمثیل بسیار زیبا و قشنگی قرآن ارائه می نماید از زندگی کفار، که زندگی آنها به چه صورت است. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، اعمال آنها، زندگی و حیات آن کافران مانند ظلمات و تاریکی هایی است که در اقیانوس، در اعماق اقیانوس ها، اون تاریکی که در اعماق اقیانوس هاست. فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، به هنگام طوفانی شدن اقیانوس های عمیق موجی عظیم بیاید که از بالای آن موج و فراز آن موج عظیم موج عظیم دیگری بر فراز آن بیاید. یغشاه موج من فوقه موج، یک موج عظیم او را فرا گرفته باشد در آن طوفان سهمگین و دریای عمیق. من فوقه موج، بر فراز آن موج عظیم امواج عظیم دیگر باشد. من فوقه سحاب، بر فراز آن امواج، طبقه طبقه امواج، باز ابرهای تیره و تار خیمه زده باشد. ابرهای تیره و تار خیمه زده باشد. من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات و تاریکی هایی است که بر فراز اون ظلمات و تاریکی های دیگر است. تاریکی مطلق، اونقدر زندگی اونها تاریک است. اذا اخرج یده لم یکد یراها، در اون دریای طوفانی و اقیانوس عمیق که طوفان‌های سهمگین او را احاطه کردند و گردبادها امواج عظیمی رو ایجاد کرده باشند، در اون تاریکی ها اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست خود را بیرون می آورد اما قادر نیست که دست خود را هم ببیند، از بس که تاریک است. اونقدر تاریکی زیاد است. اذا اخرج یده لم یکد یراها، دست خود را بیرون می آورد اما نمی تواند دست خود را هم ببیند. اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که الله سبحانه و تعالی برای او نوری قرار ندهد، فما له من نور، پس برای او نوری وجود ندارد. و منظور از این نور در این آیه نور ایمان است و بس، چراغ ایمان و اسلام است. و من لم یجعل الله له نورا، کسی که الله جل جلاله برای او نوری قرار ندهد دیگه نوری نداره. تنها با نور ایمان است که در تاریکی های زندگی دنیا می شود زندگی را برای خود روشن ساخت و راه را گم نکرد و راه را پیدا کرد با نور ایمان. اما کافران و منافقان از نور ایمان محرومند.
سردرگمند در زندگی دنیایشان، شقاوتمند و بدبخت هستند در زندگیشون. امواج دلهای اونها دستخوش امواج حیرت و سرگردانی است. ابرهای شک و تردید بر دل آنها خیمه زده است و یقین ندارند اونها. اینی که در زندگی دنیا زندگی حیات تاریکی دارند و بعد از آن به قبر تاریک وارد می شوند و بعد از آن به دشت محشر تاریک و بعد از آن به دوزخ تاریک وارد خواهند شد. این است سرنوشت تاریک و ظلمانی اونها. لذا اولین مانع کفر و نفاق هست اون کسانی که با تاریکی های شرک و نفاق و معصیت و گناه زندگی می کنند. دومین مانع بر سر جاده سعادت و خوشبختی انجام گناه و معصیت هست. معصیت ها و گناه و جرم مرتکب شدن مانع رسیدن انسان به خوشبختی می شود. شخصی نزد رسول خدا علیه السلام آمد و از ایشان سوال کرد در رابطه با گناه که گناه چیست؟ ما الاثم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم الاثم ما حاک فی نفسك و کرهت ان یطلع علیه الناس. اثم را و گناه رو اگر میخواهی بفهمی چیست، ما حاک فی نفسك، آنچه در دل تو بخارد دل تو را، آنچه در دل تو خارش ایجاد کند، نگرانی و قلق و اضطراب ایجاد کند و شک و تردید ایجاد کند، آن گناه است. الاثم ما حاک فی نفسك و کرهت ان یطلع علیه الناس، و بد میدانی که مردم بر آن آگاه شوند. هر کس خوب میداند که گناه چیست، در دلش نگرانی و پریشانی ایجاد میکند. وقتی پریشانی ایجاد کند یعنی این که خوشبختی ندارد، یعنی این که آرامش ندارد، آرامش را از انسان سلب میکند. ابن عباس رضی الله عنهما در رابطه با گناه و معصیت میفرماید و اثرات شومی که گناه و معصیت دارند، چهره و سیمای انسان را سیاه می کند و قلب انسان را تاریک می کند، خانه دل انسان را تاریک می کند و سستی در بدن ایجاد می کند، کسالت و سستی در بدن ایجاد می کند و نقص در رزق و روزی ایجاد می کند گناه و معصیت، و بغضا فی قلوب الخلق، و در قلوب بندگان خدا بغض و نفرت نسبت به آن شخص ایجاد می شود. کسی او را دوست ندارد و کسی که مردم او را دوست نداشته باشند قطعا خوشبخت نیست. پس گناه آرامش را از انسان می گیرد. در زندگی صحابه اگر نگاهی داشته باشیم میبینیم صحابی جلیل القدر نزد رسول خدا علیه السلام می آید و میگوید یا رسول الله طهرنی، یا رسول الله طهرنی، یا رسول الله طهرنی. این جمله را تکرار میکند: ای رسول خدا مرا پاک بگردان، با اجرای حد بر من مرا پاک بگردان از گناه و معصیتی که مرتکب شده ام. حد را بر من اجرا کن تا من پاک بشوم. و این جمله را چند بار تکرار میکند تا رسول خدا علیه السلام را متقاعد میکند که حد را بر او اجرا کند و حد بر او اجرا میشود. این یعنی اینکه نگران است، یعنی که عذاب دارد. سومین مانع خوشبختی حسادت هست که یک آفت بسیار خطرناک محسوب می شود. آفتی که تمام اعمال صالح انسان را می سوزاند و از بین می برد و انسان را از درون می خورد و انسان حسود خودش زودتر از دیگری نابود می شود، خود را می خورد و خود را نابود می کند و زندگی به کام او تلخ می شود. برای عقوبت شخص حاسد و حسود همین بس است که حسادتش او را می خورد، حسادتش زندگی را به کام او تلخ کرده است، آرامش ندارد، با خوشی مردم او ناخوش است، نعمتی اگر به کسی برسد او نگران می شود. پس زندگی ندارد چنین شخصی. و قرآن می فرماید: ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آیا
حسادت می‌ورزند و حسودی می‌کنند به مردم به خاطر آن فضلی که الله جل جلاله به مردم داده است، به خاطر فضلی که الله سبحانه و تعالی به بعضی از بندگانش داده است حسودی می‌ورزند، حسادت می‌کنند. و خداوند ما را امر کرده و دستور داده که از شر حاسد و از شر انسان حسود به الله پناه ببریم. و من شر حاسد اذا حسد، و من شر حاسد اذا حسد، و از شر حسود هنگامی که حسادت می‌ورزد به تو پناه میبرم ای خدا. قل اعوذ برب الفلق. و رسول خدا علیه الصلاه و السلام میفرماید لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و کونوا عباد الله اخوانا. متفق علیه. میفرماید به همدیگر حسادت نکنید و حسد نورزید نسبت به یکدیگر. ولا تباغضوا، و بغض همدیگر نداشته باشید، کینه نسبت به همدیگر هم نداشته باشید. ولا تدابروا، به همدیگر پشت نکنید. و کونوا عباد الله اخوانا، برادر یکدیگر باشید، بندگان خدا باشید که برادر همدیگر هستید. این حدیث متفق علیه است. چهارمین مانع رسیدن به خوشبختی حقد و کینه هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. در سوره حشر پروردگار میفرماید ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، بار خدایا ما را بیامرز، همچنین برادران ما را که از ما در ایمان آوردن سبقت گرفتن هم بیامرز. اونا چه کسانی اند؟ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگارا در دل ما نسبت به هیچ مؤمنی بغض و کینه و حسادتی قرار نده، حقد و کینه نسبت به هیچ مؤمنی در دل ما قرار مده. حالا چه برسد به این که آن مؤمن صحابه و یاران پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم باشد. پس مؤمن نباید نسبت به مؤمن دیگر بغض و کینه ای داشته باشد و از خداوند بخواهد. یکی از دعاهایی که خود پروردگار آموزش میدهد به بندگانش که در همین سوره حشر است، دعا بکنید که خداوند نسبت به هیچ مؤمنی در دل شما کینه ای قرار ندهد و کینه ای نداشته باشید. خود را پاک کنید از این آفات و بیماری ها. همچنین مؤمنین را توصیف می کند پروردگار که مؤمنینی که در بهشت هستند در زندگی ابدی جنت به سر میبرند و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما هر نوع کینه‌ای که در دل آنها بوده از سینه آنها در آوردیم و آنها را وارد بهشت گرداندیم. هیچ نوع کینه‌ای حتی کوچک هم باشد از دل آنها در می آوریم و آنها را وارد بهشت می کنیم. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. پنجمین مانع خشم و غضب هست که انسان خشم داشته باشه، خشمگین باشد. شکی در این نیست که یکی از موانع بارز رسیدن به خوشبختی خشم و غضب هست که خشم انشراح صدر را از انسان میگیرد، آرامش را از انسان سلب می کند، اطمینان و آرامش قلبی را از انسان میگیرد. و مؤمنین را این گونه پروردگار وصف می کند که و اذا ما غضبوا هم یغفرون، مؤمنین هنگامی که خشم میگیرند میبخشند و میآمرزند، عفو میکنند، میبخشند. هنگامی که خشمگین میشوند اعمال نمی کنند بلکه فوراً میبخشند. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، کسانی که کظم غیظ میکنند، خشم خود را فرو میخورند و مردم را عفو میکنند و میبخشند. والله يحب المحسنین، و خداوند محسنین و نیکوکاران را دوست دارد. لذا شخصی که غضب دارد، خشم دارد، عبوس است و خشمگین است، از ساعات خوش زندگی محروم است.
همیشه در قلق و اضطراب و نگرانی است، همیشه خشمگین است، زندگی را به کام خود و دیگران حتی تلخ می کند، بهترین ساعات زندگی رو از دست می دهد و آن را هم تلخ می کند و بد می کند و خود را هم از پای در می آورد با این خشم و غضب های بیجا و بی‌موردی که ابراز می دارد. اما اصل خشم و اصل غضب که خداوند قرار داده نمی شود گفت که کلا نارواست و کلا نباید باشه. در جای خودش این خشم خدا قرار داده که در جای خودش اعمال شود. کجاست؟ هنگامی که حد حرمتی انجام بگیرد، هنگامی که حدود خدا در نظر گرفته نشود، حدود خدا زیر پا نهاده شود، انسان مؤمن خشم میگیرد و غیرت نشون میدهد. اما برای نفس خودش خشم نمیگیرد. لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. نیرومند و پهلوان و قهرمان کسی نیست که در کشتی قهرمان باشد و دیگری را بر زمین بکوبد. انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. متفق علیه، رواه البخاری و مسلم. قهرمان و نیرومند و پهلوان اون کسی است که مالک نفس خودش هست، هنگام خشمگین شدن بر نفس خود پیروز می شود، نفس را بر زمین می زند. او نیرومند و قهرمان واقعی است. رسول خدا علیه الصلاة و السلام می فرماید. ششمین مانع ظلم هست که ظلم واضح است که ظلم تاریکی است. ظلم زندگی انسان را تاریک می کند، زندگی دنیا و آخرت انسان رو. و الله جل جلاله در حدیث قدسی می فرماید انی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. من ظلم را بر خودم حرام کردم. الله عزوجل با اون عظمت و بزرگی می فرماید من ظلم کردن رو بر خودم حرام گرداندم. انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما. و آن رو بین شما هم حرام کردم. ظلم حرام است، من بر خودم حرام کردم، چه برسد به شما. شما هم ظلم نکنید. فلا تظالموا، پس به هم دیگر ظلم نکنید. الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم تاریکی های است روز قیامت. انسان در روز قیامت نیاز به نور دارد تا حرکت بکند، اما ظلم تاریکی هایی است برای در روز قیامت. و ظالمین در دنیا به سزای اعمال خود خواهند رسید، حالا یا در دنیا یا در آخرت و یا هم در دنیا و هم در آخرت. خداوند ممکن است مهلت بدهد ولی غفلت نمی کند، غافل نیست. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. گمان نکن که خداوند از این ظلم ظالمان غافل است. از این ظلم ظالمان خداوند غافل نیست. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. آنها رو به تأخیر می اندازد برای آن روزی که چشم ها از کاسه بیرون میزند. برای روز قیامت آنها رو به تأخیر می اندازد. مورد بعدی خوف و ترس از غیر الله است. یعنی انسان بترسد از غیر الله، از غیر خدا بترسد. بلکه مؤمن ترسش فقط از الله است و از غیر الله حساب نمیبرد و نمیترسد، چون که میداند بدون اذن و اجازه الله چیزی انجام نمی شود و هرچه انجام می شود به خواست و اذن و اراده الله انجام می گیرد، چیز دیگری نیست. فرمایش نبوی و اعتقادی که رسول خدا علیه السلام به شاگرد جوانش و نوجوانش ابن عباس یاد می دهد که ای نوجوان بدان که اگر تمامی امت و تمامی مردم جمع شوند که کوچکترین نفعی به تو برسانند، قادر نخواهند بود مگر اون چیزی که الله بر تو نوشته است، برای تو نوشته است. و بدان که اگر همه مردم هم جمع بشوند که کوچکترین ضرری رو متوجه تو بکنند، نمیتوانند چنین کاری بکنند مگر آن مقداری که خود الله سبحانه و تعالی بر تو نوشته است و باید انجام بشود و گریزی هم از آن نیست. اما شیطان بالاخره وسوسه میکند، شیطان بالاخره انسان را میترساند. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. اما شیطان بیکار نمی نشیند ای مؤمنین،
شیطان میترساند اولیاء خودش را، دوستان خودش را میترساند. هر کس دوست شیطان است میترسد از غیر الله. انما یخوف شیطان اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شما از آنها نترسید و حساب نبرید، و خافون ان کنتم مؤمنین، از من بترسید اگر شما واقعا مؤمن هستید. و ابراهیم ابو الانبیاء علی نبینا علیه السلام فرمود ولا اخاف ما تشركون به. به خدایان ما بد میگی، خدای ما نشانت میدهد. بعد و بیراه میگویی به خدایان ما و بتهای ما، فلان و بهمانت میکند، کورت میکند، به کمرت میزند این خدایان ما، این معبودهای ما. با اطمینان و یقین کامل پاسخ میدهد ولا اخاف ما تشركون به. من نمیترسم از اون چیزهایی که شما شرک میآورید، از اون خداهای باطل شما من هیچ هراسی ندارم، من فقط از الله میترسم. هشتمین مانع تشاؤم هست، یعنی فال بد زدن. انسان منفی باف، انسانی که همیشه فال بد میزند، دنبال تشاؤم هست، از هر قضیه آن را به سوء تعبیر میکند، بد تعبیر میکند. خب زندگی را به کام خود تلخ میکند، خراب میکند زندگی را برای خودش. احساس ترس و احساس نگرانی بر او احاطه میکند. در حدیث وارد شده که کان النبی صلی الله علیه وسلم یعجبه الفعل و یکره التشاؤم. رسول خدا علیه السلام یعجبه الفعل، از فعل خوشش می آمد، یعنی از مثبت اندیشی، از فال خوب زدن. انشاءالله خوب است، انشاءالله خیر است، نه تعبیر به بد کردن قضایا رو، نه منفی بافی کردن، نه علیکی از هیچ ترس و واهمه داشتن. و یکره التشاؤم، از تشاؤم و فال بد زدن و منفی بافی بدش می آمد. نهمین مانع برای رسیدن به خوشبختی معلق بودن قلب انسان به غیر از خدا، تعلق انسان به غیر از خدا، ارتباط انسان با غیر خدا، تعلق قلبی انسان به غیر خدا باشد. این مانع خوشبختی هست. محبت خالصانه اگر کسی دارد نثار ربش و پروردگارش می کند، چرا که این معشوقه های زمینی چیزی نیستند. این معشوقه های زمینی ممکن است شخص به آن نرسد و بعد چه نصیب او خواهد؟ جز شقاوت، بدبختی، نگرانی، افسوس، حسرت. ممکنه به آن نرسد. اما راه رسیدن به الله جل جلاله بسیار بسیار هموار است. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. کسی که حق خدا را بدهد، حق بندگان خدا را بدهد و قیامت را تصدیق بکند و بهشت را تصدیق بکند، فسنیسره للیسری، ما او را توفیق میدهیم و مسیرش را هموار میگردانیم و آسان میکنیم رسیدن به الله را و رسیدن به جنت را. پس تعلق قلبی به غیر خدا نیز سعادت را از انسان میستاند و میگیرد. دهمین مانع و به عنوان آخرین مانع من اشاره میکنم، حالا روی آوردن به مخدرات و مشروبات الکلی هست. خیلی از انسانها پول هم دارند، فرزند، خانمان دارند، حتی میبینی بعضا شهرت هم دارند، اما با این حال پناه می آورند به مخدرات و مشروبات الکلی به گمان این که توسط اینها می توانند به خوشبختی برسند و خوشبخت بشوند و لحظاتی چند خوش باشند به قول خودشون، اما سخت در اشتباهند و اینها خودشون هم خیلی زود متوجه می شوند که در چه بدبختی و شقاوتی افتاده اند و در چه دام شیطانی گرفتار شده اند که فرد و جامعه رو به هلاکت و نابودی میکشاند مخدرات و مشروبات الکلی. پس این هم یک مانع خیلی بزرگ هست بر سر جاده خوشبختی که شخصی که این مسیر را طی میکند بایستی مواظب و مراقب این موانع باشد و آنها را کنار بزند تا به فضل خداوند و به اذن اراده الله به سعادت برسد. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه جواد كريم برحمته وهو أرحم الراحمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.